خب سلام علیکم بچه‌ها. این درسی ششمی ماست اویدی HTML. در درس ششم من با شما روی خط سازی رو فهموندنیم. خب چقدر ما میتونیم روی خط سازیم؟ اول از کجا سر کنیم؟ بیاین روی خطای عادی ساختن رو سر میکنیم. مثال میگیریم. انا اینجا من 3 سالن داشتم با فکرم. سالن هستمون 3 عدد. در اینجا بیر میمونم. خب انا این 3 سالن رو من میخوام که رقم گذاری کنم. چه خیلی من با اینها رقم گذاشتم میتوانم. خب برای اینها رو رقم گذاری کردن ما میتونیم از جفت تک هایی چی بگیم all و لی استفاده بریم. یعنی تگ all این روی کشوده شوی است و آخران دا باشد تگی لی. all رو ما میپوشیم چون عادت all ما پوشیده شد. این روی خط است. طرز روی خط گذاریم. انا در همینجا ما این سلام رو در داخل تگی لی میگیریم. تگی لی این رقم گذاری میکنم و در اینجا باشد ما تگی لی رو میپوشیم. و طرز عادتی اگر شما زیر اهمیت دید در اینجا این سلام هستمون یکمی رو باید با تحت رقم 1 پیدا شود. چرا که میبینید رقم گذاری 1 شد. اکنون اینش رو باز ما میگیریم در تگ لی مینویسونیم. خب باز از اینجا محکم میکنیم. اینش رو هم باشد در تگ لی یعنی میپوشیم. سخرمید روی خط دویم حاضر باید تیار شود. علاقه اینش شد رقمی 2. اینش رو مینویسونیم باز تگ لی. خب در اینش باشد باز مینویسونیم تگی لی میپوشیم. مستخدمید میکنیم. خب چخیلی که میبینید علاقه تگ های ما جا باجاش رسیدیم. یعنی 1 2 3 سلام هستمون 3 سلام داریم. آنها رو با ترتیب معین با رقم های معین نویساندیم. ما میتونیم باز از دیگر اصول ها نیز استفاده بریم. مثال آنها رو با رقم های ریمی یا که با زبانی حرف های لاتینی یا انگلیسی نویسانیم. برای اینها ما همین تک هایی که لی نویسانیم همین تک ها رو با یکی از تک های دیگر عوض میکنیم. خب چطور که گفتیم در اینجا کمتر تغییرات در آل میشود. این لی ها در جای خود میستد. در آل چی تغییرات میشود؟ جا میپرتیم می نویسونیم تایپ. خب اگر ما تایپ رو برابر ا نویسونیم یا ای خورد ای کلان فرقاتشون در این است که ای خورد قطعی حرفای لاتینی خورد میشود. ای کلان قطعی حرفای لاتینی کلان. تایپ ا گفتم می نویسونیم حاضرش را سخن کنیم که چی تغییرات میشیده باشد. بعدم باز دوام میدیم. خب چقدر که میبینید ABC پیدا شد. انا این تایپ ا رو ما میگیریم ای مایده میشنونیم و سخن میکنیم. با ایدئولوژی باید اینها ABC با حرفای مایده پیدا شوند. چخیلی که دیدیم با حرفای مایده پیدا شد. انا اکنون باز اگر ما تایپ رو گیریم با ای اشاره کنیم ای خردقاتی باید در اینجا حرفای ریمی قطعی باید در این 1 2 3 همون رو باید نویسد. یک میسنجیم 40 که میبینید با حرفای ریمی. انا اکنون ما این رو برای باوری حاصل کردن که در حقیقت نمی کار کرده است من این را یک کپی هم میکنیم میبینیم برای که ای 4 سرکده را نشون میدیم. خب رقم های ریمی بدانش معلوم میشود. یک بار دیگه
چقدر میبینید چهارم پیدا شد. خب کجا شد اکنون این؟ در اونجا ای که نویسنده بودیم این ای رو ما میگیریم و ای کلون می نویسونیم. ای کلون سخنید انا اکنون باید حرفای کلونکی باشن، یعنی ریمی کلون. الان دیدید که پیدا شد. باز یک امکانیت دیگر دارد این برنامه‌چه ما. اولی ما این نام دارد start یا استار بود. استارت می نویسیم. مثال میگیریم start 4. با ایدئولوژی باید حاضر این ای رقم 4 حساب کنید را سر کنید، یعنی 1 2 3 4 بود، یک را باید 1 2 3 رو ننویسید، باید ای 4 حساب کرده رود. این سنجی می شود یا نه؟ چقدر که می‌بینید 4 5 6 7. الان ای رقم 4 حساب کرد. این ستار رو که علاوه کردیم، یعنی خودش گفته است که از رقم 4 سر کرده حساب کن. به غرض این ها باز یک به غرض آل باز یک اپراتور دیگر است. به فکرم نام او اول بود اگر خطا نکنم. واضح آن اپراتور نه تگ اول رو می نویسونیم. اول. خب انا اینجا هم تگ اول رو میکشیم. در شخصانی که سایت بسیار خیزک دارن میتونن استفاده برن. خب سخنید میکنیم. تگ اول با جای اینهایی که ABC و این حرف رو نویسونیم باید نقطه گذارد اگر خطا نکنم. خطا کردیم اصلاحش میکنیم، چی گرد نی. چخیلی که میبینیم نقطه مانده شید. خب باز چی بود؟ یک بار دیگر فکر میکنیم باید اول از خاصیتی تایپینگ رو بود یک چیزی دیگر. خب تایپ چوشید. تایپ این عبارت بوده از سکوار این با فکرم باید 4 کنجا شود. از یعنی دایره چایی که داشتیم این دایره چایی رو باید که 4 کنجا شود. سکوار یعنی 4 کنجا خودش گفته استوده است. چکل که میبینید دایره چایی ما 4 کنجا شد. باز اگر با جای این ما نویسونیم کایرکله باید دایره شود. کایرکله باید حاضر اینها باز دایره شوند. بله چکل که میبینید دایره ما برگشت. این بود طرز گذاشتن یکچند نمودی خب روی خط ها و به همون مانند. خب تا درس های دیگر سربلند خانه آباد باشید. در درس های دیگر باز با شما وامی خوریم. این بود درس 6 آیلی برنامه HTML.